مدرسه. خانه دوم. به ظاهر اسم تاثیرگذاری و البته پر از صمیمیت، اما در معنا یه سیستم برای خاموش کردن ذهن با محیطی شبیه پادگان واسه تربیت سربازهایی که یاد بگیرن نپرسن، فقط باید اجرا کنن. چون کلمه چرا خیلی خطرناکه. چرا یعنی آغاز به چالش کشیدن سیستم. سلام بدبختی، من دوباره برگشتم. اینجا جاییه که بهت یاد میدن به جای استفاده از ذهن خلاق و شکوفا کردن استعداد ذاتیت، فقط مجبوری الگوهای تکراری اونا رو اجرا کنی. از سرفصل دروس گرفته تا این نظم پادگانی، حتی نقاشی‌های رو دیوار همه در حال انتقال پیام به ذهن ناخودآگاه تو هن، به شکلی سوسکی و کثیف. به نام خداوند، بخشنده، مهربان. موضوع انشا امروز: علم بهتر است یا ثروت؟ علم. مستر یوتومن، من جوابو بلدم. علم ثروت ساز. چون با علم ثروت ساز می توانیم ثروت هم به دست بیاوریم، اما ثروت به خودی خود تمام می شود. منم همینجوری فکر میکردم. سالها عمر با ارزشم و تو دانشگاه هدر دادم. شدم یه فوق لیسانس که به مقام بلند بیکاری رسیدم و حالا تو خونه انیمیشن میسازم. یه نگاه به دور و برت بنداز. چند درصد از تحصیل کرده سر جای خودشونم؟ کجای کار میلنگه؟ مقصر کیه؟ حقیقت اینه که این مکان این مکان واسه آموزش نیست. یه کارخونه بسته بندیه. همه آدم ها رو از داخل یه قالب مشخص رد میکنن تا طبق اون همه یکسان و یک فرم بیرون بیان. اما بعد از فارغ التحصیلی تنها چیزی که برات مونده یه مدرک با کلی فرمول و روش‌های محاسباتی و حفظیجات که حتی یک گرم از این آشغالا تو زندگیت به دردت نمیخوره. بعد یه مدت که یه چرخی تو دنیا زدی، دوباره تصویر همون تخت سیاه با سوال علم بهتری یا ثروت یادت میاد. اما این بار جوابو میدونی. جوابی که جامعه بهت داده به قیمت تجربه. تو هم جوابی که بهش رسیدی و تو کامنت ها بنویس تا بقیه بدونن.